سلام، با آموزش ساده تمرینات با قدرت خوش آمدید. ویدیو امروز ما نصب روشویی روی دیوار حمام یا دستشویی است. روشویی رو که ما برای شما می‌خوایم نصب بکنیم از این روشویی هایی هست که پایه های از جنس خودش داره و این پایه هم به شکلی که الان ملاحظه میکنیم. این پایه روشویی روشویی روش قرار میگیره کنار دیوار و این ورش هم خالیه که توضیح میدم خالی بودن این برای چیه. ارتفاع روشویی ها با این پایه ها یا هر پایه دیگه از 80 تا 83 سانتی متر میتونه باشه. یعنی آخرین حدش استانداردش 83 هست. حالا اگر هستن کسایی که قدشون بلندتره میتونن بالاتر بذارن و قدشون کوتاه‌تره میتونن پایینتر. از 78 تا 83 متغیره، هر کی سلیقه‌ای که داره بر اساس اون قدش و اندازه‌ای که راحته این روشویی رو روی دیوار نصب میکنه. روشویی این چنینی که روی دیوار بخواد نصب شه دو حالت داره. بعضی هستن که این روشویی رو خود پایه‌ای که بهتون نشون دادم قرار میدن و با چسب آکواریوم قسمت بالای روشویی که این قسمت باشه به دیوار میچسبونن و کاری هم ندارن. با توجه به اینکه این روشویی سنگینه، احتمال داره در طول کارایی که ازش میخوایم انتظار داریم فشار بهش بیاریم، دست بهش بزنیم، تنه بهش بزنیم، احتمال افتادنش هست. ولی عموما این روشویی ها رو به دلیل سنگینیش به دیوار از طریق پیچ و مهره وصل میکنن. برای همین پشت روشویی رو اگه توجه کرده باشین میبینین که دارای دو تا سوراخ، یکی اینجا و یکی اینجاست. ما الان شیر روشویی رو روشویی نصب کردیم، حالا میخوایم روی پایش بذاریم. هم عرض کردم میتونیم روی پایه بذاریم، از طریق چسب یک آکواریوم چسب بزنیم و این روی پایه خودش ثابت بمونه. هم میتونیم که بیشتر اوقات این کارو میکنن و اصولیش هم همینه، اینه که چون این روشویی ها سنگینه و روی پایه اگه بدون حفاظ بذاریم یا بدون اینکه اینو جایی متصل بکنیم بذاریم احتمال افتادنش هست و شکنندگی اینم که زیاده، چون چینی تا بیفته میشکن. عرض کردم عموما این روشویی رو به دیوار نصب میکنن. برای اینکه به دیوار نصب بکنن این دوتا سوراخ رو تعبیه کردن که ما به دیوار پیچ و مهره کنیم. بعضی از این روشویی ها این زیرش هم خالیه، از دو تا قطعه متصل کننده که به دیوار پیچ شده این کشویی داخل اون قرار میگیره و طرف دیگهش هم رو پایش قرار میگیره، مهار میشه. حالا ما بخوایم اینو رو دیوار نصب کنیم چیکار باید بکنیم؟ برای اینکه رو دیوار نصب بکنیم ابتداً باید ارتفاع روشویی رو ما بدونیم. الان این روشویی رو که من به شما نشون میدم و دارم روش ویدیو تهیه میکنم ارتفاعش از کف زمین تا این قسمت 83 است. یعنی 83 سانتی متر فاصله کف به اصطلاح حالا حموم یا دستشویی یا هر جا هست تا این قسمت 83 است. روشویی هم داریم که 80، روشویی داریم که 78، روشویی هم داریم که 80. بین 78 تا 83 متغیره. بعد روشویی هم داریم که ما غیر از این اگه باشه با توجه به روشویی که مستطیل، مربع، مدل دار، فرم‌های مختلف دارن، اگر بخوایم اون روشویی رو پایه های کابینتی بذاریم، چه کابینتی پایه داشته باشه چه بدون پایه، اون وقت اوضاع فرق میکنه. اگر پایه دار باشه ما فقط اون کابینت یا باکس زیر روشویی رو
میتونیم با 2 تا پیچ به دیوار ببندیم که این جابجا نشه و این روشویی رو راحت بذاریم روش. یا فرم دادن قبلا بهش که رو فرم جای سر جای خودش قرار میگیره، یا اینکه فرم ندادن، اینو میذاریم رو اون باکس. بعد این قسمتش رو چکار میکنیم؟ با چسب آکواریوم به دیوار که سنگ یا هرچه هست متصل میکنیم که تکون نخوره. یا اینکه اگر پایه‌دار نباشه اون باکسمون یا اون به اصطلاح پایه هامون، باید بیایم با متر اندازه بگیریم از کف زمین تا این نقطه. عرض کردم باید ارتفاعش رو اندازه بگیریم. چه ارتفاعی رو که ما مد نظرمونه. شاید من بخوام مثلا قدم بلند باشه بگم 85 بگیر، شاید مثل یکی دیگه بگه 78 بگیر. هر اندازه ای که مد نظرمونه ما ابتداً با متر اون اندازه رو میگیریم. مثلا 83 میگیریم، علامت میزنیم، یه خط صاف میکشیم طوری که این روشویی تراز باشه رو اون خط. بعد اندازه این 2 تا سوراخی که اینجا هست اندازه میگیریم، روی اون خط این 2 تا سوراخ رو علامت میزنیم، با دریل سوراخ میکنیم، مته 10 میزنیم و با رول پلاک 10 و پیچ 10 چیکار میکنیم؟ اینو میبندیم، مهار میکنیم روی دیوار. اکثر روشویی ها وقتی خریداری میشه یه پیچ و مهره مخصوص روشویی هست که یه طرفش رزوه های حلزونی داره که به دیوار یا به رول پلاک بسته میشه، یه طرفش مهره پیچ و مهره داره که داخل این میره و ما از پشت توسط واشر پلاستیکی و مهره اینو سفت میبندیم و این به دیوار میچسبه. پس اگر قرار باشه ما روشویی رو روی دیوار نصب کنیم، 2 حالت داره: یا توسط قطعه فلزی به دیوار وصل میکنیم و اون 2 تا قطعه به شکل کشویی که این پشت هست داخل اونجا میشه تو کشویی قطعه فلزی، یا میایم 2 تا سوراخ میزنیم، رول پلاک 10 میزنیم، اون طرف پیچی که حلزونیه به رول پلاک و اون برای که رزوه های با مهره داره میاریم داخل این. از پشت با یه واشر پلاستیکی، اول واشر پلاستیکی که واشرهای مخصوص هم هست داخل این سوراخ، از اون بر که میاد بیرون خود اون پلاستیک داخل این قطعه قرار میگیره که ضربه نخوره، از اون واشرها استفاده میکنیم. بعد مهره رو سفت میکنیم. عموما مهره های اون 13 است، یعنی با آچار 13 ما میتونیم به راحتی اونو سفت کنیم که این سر جای خودش سفت بشه. منتها قبل از اینکه ما اینو ببندیم سفت کنیم باید ببینیم از چه نوع پایه‌ای داریم استفاده میکنیم. اگر پایه هامون مثل پایه‌ای باشه که من الان به شما نشون دادم، یه همچه پایه‌ای باشه که به شما نشون دادم، باید قبل از اینکه پیچ رو سفت کنیم روشویی رو روی این قسمت پایه که نشیمنگاه به اصطلاح کاسه روشویی روی این قسمت هست، باید روی این قسمت اینو قرار بدیم، جاساز کنیم، بعد از اون پیچ رو سفت کنیم. برای اینکه این اگر اون پیچ سفت بشه این روشویی بالا پایین نمیره که بخوایم اینو هول بدیم بفرستیم زیر این روشویی. حتما باید اون 2 تا پیچ مهره رو بهش میبندیم، سفت نمی کنیم، به خاطر اینکه بتونیم اینو بالا پایین تا روی این قسمت قرار بگیره. وقتی که این اتفاق افتاد ما روی این قسمت در این مدل روشویی ها روی این پایه چینی قرار دادیم و اون وقت ما دیگه چیکار میکنیم؟ میایم 2 تا مهره که زیرش هست کاملا سفت میکنیم. وقتی که سفت کردیم تکون نخوره با اون اندازه‌ای که قبلا ما مد نظرمون بود چک میکنیم. اگر اوکی هست میایم این قسمتی رو که به دیوار تماس داره این قسمت رو چکار میکنیم؟ با چسب آکواریوم میچسبونیم که هم اون چسب نگهدارنده این روشویی روی دیواره، چون این پیچ وقت سفت کنیم خود به خود میچسبه به دیوار، فیت میشه. ما این چسب آکواریوم هم برای نگهداری این روشویی رو سطح سنگ یا دیوار
خود حموم یا دستشویی ازش استفاده میکنیم و هم آب بندی میشه، نمیذاره وقتی دست و صورت رو یا میشوریم یا آب رو باز میکنیم آبی که به اطراف میپاشه از این بالا به پایین نشت نمیکنه یا سرازیر نمیشه که بخواد اون قسمت زیر روشویی رو چکار میکنه؟ کثیف بکنه یا دیوار رو خیس بکنه، کثیف بکنه. چون عموما اینجوریه پرش آب در این مواقع که ازش استفاده میکنیم به دیوارهای به اصطلاح جایی که روشویی قرار میگیره میپاشه و ما این چسب آکواریوم رو میزنیم به خاطر اینکه این پاشیدن آب باعث نشه که آب از اینجا به پایین نشت بکنه و دیوار یا زیر خودش رو خیس بکنه، دیوار رو زیر خود کاسه روشویی خیس بشه و اون خیس شدن باعث کثیفی دیوار، کثیفی زیر روشویی و اون خودش از نظر بهداشتی مشکل ایجاد میکنه که ما دیگه اون قسمت رو بعدا انشالله توضیح میدیم. پس برای نصب روشویی که الان در خدمتتون هستیم و ملاحظه میکنین ابتداعا شیر روشویی و شیلنگا و پایه ها و همه رو نصب میکنیم، سفت میکنیم. وقتی که سفت کردیم سر جاش قرار گرفت میایم اندازه میگیریم بر اساس اون سلیقه‌ای که داریم، بعد میایم با درل علامت میزنیم با ماژیک دو تا سوراخی که ما این پشت داریم. بعد از اینکه علامت زدیم سوراخش میکنیم رول پلاک 10 به این خاطر میگم که این روشویی سنگینه. یه موقع است نه شما روشویی رو روی باکس میذارین اون اوضاع فرق، میتونین مته 8 هم بزنین، میتونین با چسب اکواریوم هم اینو مهار کنین و نگه دارین. ولی روشویی که سنگینه حتما باید مته 10 بخوره، رول پلاک 10 بخوره، پیچ 10 بخوره. پیچایی که ما برای روشویی ازش داریم پیچای مخصوص خودش، عرض کردم یه ورش یه پیچش حلزونی بازه که یه ور دیگه پیچ و مهره است. پیچای معمولی که ما داریم می‌بینیم پیچ 13 است، پیچ مهره 13 است که مهره آچار 13 میخوره، پیچش 10 رزوهاش که این پیچ مهره از پشت روشویی توسط اون واشر مخصوص سفت میشه و نگهداری میشه. وقتی هم که این اتفاق افتاد از کردم که چیکار میکنیم؟ پشتشو با چسب آکواریوم اون قسمتی که اتصالش با دیوار برقراره تا چسب آب بندی میکنیم و سر جاش خودش. حالا اگر ما روشویی داشته باشیم که این نباشه، فرم داشته باشه به شکل‌های مختلفی که سلیقه‌ای داریم رفتیم خریداری کردیم و روی پایه چینی هم نخواهیم بده، یعنی تک پایه نباشه، به صورت باکس باشه یا به صورت کابینت باشه. این روشویی روی کابینت بخوایم بذاریم حتما باید دقیقا همون کاری که اینجا کردیم اندازه میگرفتیم اندازه هامونو بگیریم، ارتفاع اون روشویی رو از این جایی که روی اون باکس یا روی اون کابینت میشینه تا اون قسمت رو میگیریم. وقتی که این اندازه رو گرفتیم ارتفاع کلی از کف و تا اون قسمتی که میخوایم مثلا روشویی باشه که 83 فرض کردیم ما الان باشه، رو 83 خط میکشیم. بعد اون ارتفاع خود کاسه رو میگیریم از اون 83 کم میکنیم، بعد اون باکس یا کابینت رو قرار میدیم. چرا؟ برای اینکه اون باکس وقتی قرار دیم این روشویی رو باید بذاریم رو اون، یعنی هر جا باشه 10 سانت 8 سانت 5 سانت هر چیز خواهد این روشویی هست به اون اندازه اضافه میشه که برسه به 83. به همین خاطر ما حتما باید اینجا رو خیلی دقیق عمل کنیم که اون اندازه‌ای که نیاز داریم اندازه کلی رو بگیریم، اندازه روشویی که روش قرار میگیره ازش کم بکنیم، بعد باکس رو به همون اندازه نصب کنیم. اگر باکس پایه داشته باشه، پایه‌هاش متحرک باشه، میتونیم تنظیمش کنیم. اگر پایه‌اش متحرک نباشه و نتونیم تنظیم کنیم حتما مجبوریم کاری بکنیم که دیگه بعد از جاگذاری اندازه ها کم یا زیاد نشه. حالا اونایی که پایه داره خیلی مشکل نداره، برای اینکه هر اندازه خود روشویی‌هایی که داره پایه هستن مسلما استاندارده، بر اساس اون استاندارد خودش رو داره، نه اینکه روشویی که بهش اضافه میکنیم بزرگتر باشه. باید روشویی بگیریم که با اون استاندارد کابینت
اندازه 80 83 85 هر چقدر 78 هر چقدر هست بشه. یعنی اگر ما بیایم کابینت بگیریم که اندازش 80 باشه، نمیتونیم دوباره روشویی بگیریم که اندازش عمقش 5 سانت باشه، میشه 85. روشویی میاد بالا وقتی پایش رو نتونیم تنظیم کنیم، موقعی که مثلا میخوایم دستورتون رو بشوریم، چیزی توش بشوریم، اون موقع این کتفامون، بازوهامون، دستامون درد میگیره، گردنمون درد میگیره و دچار مشکل بشیم. باید اون کابینتی که انتخاب میکنیم طوری روشویی روش انتخاب بکنیم که اندازه استانداردی که نیاز داریم باشه. حالا یه سری روشویی هست که پایه نداره، اونجا دیگه ما راحت تر عمل میکنیم. اونجا هر اندازه‌ای که ما بخوایم قبل از اینکه نصب بکنیم اندازه روشویی رو میگیریم. وقتی اندازه روشویی منظور عمق روشویی، یعنی عرض ضخامت روشویی از قسمت کفش تا قسمت زیرش، یعنی از بالاش تا اونجایی که روی باکس یا همون کابینت میشینه، قرار میگیره. اون اندازه رو میگیریم. بعد از اون اندازه‌ای که ما خودمون به اصطلاح میخواستیم باشه کم میکنیم، اون باکس رو میزنیم. معمولا باکس هایی که تو بیرون هست عموما باکس های بیشتر PVC و ایناست و خیلی مقاوم نیستن. یعنی باید کاری بکنیم که این مقاومتی که داره با کاسه ای که ما میخریم خیلی مشکل ساز نشه. یعنی کاسه خیلی سنگین نخریم که بخوایم وقتی رو اون قرار میدیم به مرور زمان اون به اصطلاح سر جاش جابجا بشه یا به اصطلاح بخواد نشست داشته باشه، باید لقی ایجاد کنه. حتما باید کاسه‌ای که میخریم نسبت به اون باکسی که میخریم مناسب هم باشن. به همین خاطر باکس ها رو وقتی میخوایم به دیوار بچسبونیم، این باکس ها توسط یک فلزای به شکل قائمه بدنه با اون به اصطلاح صفحه پشتش وصله. وسط این به اصطلاح گونیا که به شکل قائمه هم هست یه سوراخی داره. عموما این کار میکنن به خاطر اینکه این فلز یا این گونیا از دو طرف، یه طرف به بدنه و یه طرف به اون پشت باکس که به دیوار وصل میشه پیچ شده یا به اصطلاح قرار گرفته یا متصل شده. ما عموما اون سوراخ وسط فلزی رو علامت میزنیم، یعنی یه سوراخ ابتدایی سوراخ کوچیک میکنیم که اون پیچ ازش رد بشه. گشاد نباید باشه، باید طوری بکنیم که این پیچ خیلی راحت ازش رد نشه. وقتی که این سوراخ رو زدیم اندازه این دوتا سوراخ رو میگیریم، دیوار رو علامت میزنیم، سوراخش میکنیم. بعد باز هم عرض کردم بسته به اون سنگینی خود کاسه روشویی رو چکار میکنیم؟ نصب میکنیم، بعد پیچ میکنیم، بعد روشویی چینی روش رو که انتخاب کردیم روش میذاریم. این نصب روشویی روی دیوار و روی باکس و روی پایه هست.